سلام دوستان. آقا بعد از گرد و خاکی که اکبر کوسه کرد و عظما و شورای نگهبانشو برد زیر اخیه، به کوبی تو نظام را افتاد که نگو و نپرس. دل واپسا به ناگهان فیوز پروندن و افتادن به جون اکبر شاه. یکی گفت تو امام و عظما رو مالوندی. آخوند حمید روحانی: بیان این نکته که شما صلاحیت خود را از کجا آورده ای و چه کسی به شما اجازه قضاوت را داده است، اساءه ادب به امام و رهبری است. یکی دیگه شکایتشو به دادگاه ویژه آخوندا برد و تیبیریش هم یه چنین آشی براش پخت. جمعی از رسانه‌ها با تیترایی همچون حمله هاشمی به میراث امام، حمله به خط امام در پوشش دفاع از بیت امام، طلبکار انقلاب در فرودگاه و یا توهین بی‌سابقه رفسنجانی به نهادهای نظارتی به سخنرانی دیروز واکنش نشون دادند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اینگونه حرف زدنها را موجب التهاب و تنش در جامعه، اون هم در آستانه انتخابات، عنوان کرده. این وسط سیدعلی طلسم شکسته هم وارد شد و به صورت کاملا غیر مستقیم یه جوابکی به اکبر کوسه داد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخی تفکر انقلابی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار نداشتند که باید در مقابل این جریان ایستاد. بعد از این داد و هوار باند خامنه علیه اکبر کوسه همه فکر میکردن رفسنجانی خفقون میگیره و یه مدتی میره تو فاز لالمونی، اما برخلاف این پیش بینی دیدیم که اکبر کوسه نه تنها ساکت نشد بلکه به سیخ و کنایه هاش ادامه داد. هاشمی رفسنجانی: اسلام تأکید می نماید که هیچ کس از مادر رئیس و مرئوس متولد نشده است و این مردمند که کسانی را برای اداره امور به عنوان حاکم خیش انتخاب می نمایند. سایت ها و برق پاره هاشم همین خط رو گرفتن و شروع کردن به به و چه چه. آخوند طباطبایی: سخنان آیت الله هاشمی پخته و سنجیده بود. برخی که بعد از انقلاب دارای اعتبار و منافعی شدند باید هم از اظهارات ایشان ناراحت شوند. این بلبل زبونی های رفسنجانی بی دلیل نیست. طرف رو طلسم شکستگی خامنه حساب میکنه، پشتش به ترس عظما از انفجار باروت کرمه. میدونه اون رد صلاحیت شده ها، اون آخوندای قوم همه الان شاکیان و خامنه نمیتونه بیگدار به آب بزنه. عظما واسه قیچی کردن کامل کوسه و باندش یه دستاورد کت و کلوف میخواد. از اونجایی که تو این اوضاع و احوال خبری از این دستاوردا نیست، علل حساب باید بسوزه و استخون لای زخم و تاب بیاره. شب همگی خوش.